The decision of the referee to award the corner kick is correct. داور به درستی در این صحنه کورنر گرفت. مدافع پیرن مهاجمو میکشه اما در حدی نیست که بخواد پنالتی باشه. از واکنش بازیکن شماره 70 هم مشخصه که توقع نداشت در این صحنه پنالتی گرفته بشه. در نهایت هم تصمیم داور همین بود و تصمیم درستی بود. There's two incidents for the referee. دو مورد هست که داور و وی آر باید بررسیش کنه. اولی مورد مشکوک به پنالتی و تعادل مهاجم داخل محوطه به هم میخوره. معتقدم داور باید پنالتی میگرفت. البته برای داور تصمیم سختیه چون بازیکنای زیادی دیدشو بسته بودن و وی آر باید در این صحنه مداخله و توصیه به بازبینی میکرد. اون سمت زمین یه مورد مشکوک به خطای هند داخل محوطه داریم. توپ به دست میخوره اما دستش خیلی نزدیک بدنش و اگه داور پنالتی میگرفت خیلی تعجب میکردم. در هر صورت بازی باید به خاطر مورد قبلی که خطا داخل محوطه رخ داده بود متوقف میشد. Red player was already on a yellow card. این بازیکن از قبل یک کارت زرد داره و مرتکب یه خطای دیگه میشه. بی احتیاطی کرد اما جلوی یه حمله خطرناک رو نگرفت. به نظرم داور این صحنه رو خوب مدیریت کرد. این بازیکن از قبل یه اخطار داشت و مرتکب دو خطا شد که جای بحث دارن. معتقدم اولی در حد کارت زرد نبود. در لحظه خطا فقط یه مهاجم داخل محوطه است و مدافعای پرشماری احاطه‌اش کردن. نمیشه این صحنه رو مستحق اخطار دونست. در صحنه دوم این بازیکن پاشو عقب میکشه. ممکنه یه برخورد خفیف وجود داشته باشه. تصمیم داور برای نشون ندادن کارت زرد در این دو صحنه درست بود. The referee's decision is not to award the two yellow cards in this situation is correct.